عرفان چطوری؟ سلام. بالاخره اومدم باشگاه. ببین من جلسه اولمه، هیچی هم بلد نیستم، بدنم هم خوب نیست. چی کار کنم رو فرم بیام؟ بلدی گرم کنی؟ نه. ای بابا. نه. ببین اول از همه چی باید بلد باشی گرم کنی. گرم نکنی آسیب می‌بینی. بریم جلسه اول ببینیم گرم کردن چجوریه. واسه گرم کردن سرشونه یکی از حرکاتایی که بهت پیشنهاد می‌کنم اینه که دستاتو باز می‌گیری، کف دستت به سمت بالا باشه، آرنجات صاف باشن و حرکت دورانی به سمت عقب. همین حرکت می‌تونی معکوسش هم انجام بدی. کف دستا به سمت پایین میاد و این حالت دورانی به سمت جلو. واسه گرم کردن عضلات پشتت و حتی سرشونت اسکاپولوپولو رو بهت پیشنهاد میکنم. میله بارفیکس رو میگیری، آرنجا صاف، خودتو میکشی از حالت سرشونه به سمت بالا. این حرکت رو تکرار میکنی، نزدیک 10 میتونی 3 تا 10 تایی بری این حرکت رو. حرکت سوم برای گرم کردن سرشونه و عضلات پشتت، پلنک روی کف دسته، آرنجا صاف، دستتون باز، شستتون میتونه به سمت جلو باشه تا فشار زیادی به مچتون نیاد و اینکه قسمت باسن و کمر و عضلات پشتتون باید توی یه راستا باشن. این حرکت رو میتونی 3 تا 30 ثانیه‌ای انجام بدی. توی این قسمت گرم کردن سرشونه و عضلات پشت رو بهت گفتم تا حدودی. تو پست‌های بعدی گرم کردن بقیه دیگه نواحی بدن، رژیم، عضله سازی، کار با دستگاه و کار با وزن بدن رو بهت میگم. پله پله با هم دیگه میریم جلو تا به وزن ایدئالت برسیم. پیج منو فالو کن، همدیگه رو داشته باشیم.